الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مجدی هست برای دوستان دین، دوست ما که الحمدلله والمنه مفتی عبدالله مردانی صاحب نیست. قبلا هم البته فعالیت های در فضای مجازی داشتن، ولی به تازگی الحمدلله والمنه کمر همت را بستند و با یک سوی دارند در فضای مجازی برای ارشاد برادران و خواهران مسلمان خودمون، و بلکه در اصل برای ادای وظیفه دینی دارن زحمات خودشون را پی در پی افزایش میدن. امید است که الله متعالشان قبول بکنه، از همه ما هم قبول بکنه. از همه شما دوستان تقاضا این است که ایشون را فالو بکنین. اکثر سخنرانی های ایشون به زبان فارسی است. انشالله از علم ایشون که از شاگردان محمد یوسف حسین پور رحمت الله علیه هستن، ما با هم اونجا بودیم، در دارالفتای گشت با هم درس خواندیم. ایشون یک سال هم بیشتر اونجا به عنوان مدرس و مفتی ثالث دارالفتای گشت خدمت کردن و انشالله از علم ایشون به شما فایده خواهد رسید. دیگر دوستان را هم عرضم حضور شما که خبر بکنین تا ایشون را فالو بکنن، دنبال بکنن، تا انشالله دست به دست هم دیگر داده در راه اعلای کلمت الحق و اعلای کلمت الله انشاءالله با هم دیگر یار یاور باشیم. امید است که الله تعالی ما از دنیا با ایمان ببره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.